سلام بچه تاب چتم. امروز داخل مپ مایکرافت من قراره کلی اول رفتم درخت کندم که ابزار بسازم و ابزاری که ساختم قراره اول یه جای مناسب برای خونه پیدا کنیم. آره الان ابزار رو میسازیم، بعدش میریم یه جای مناسب گاوا رو میکشیم، بعد میریم. ببخشید اگه سرعت زیاده، یه ذره چوب میکنیم که توی جای مناسب خانه رو بسازیم. اینجا یه قار بود دیدمش، گفتم همین نزدیکی ها ولی زغال داشت. بعد یه ذره بیشتر گشتیم، سنگا جمع کردم که ابزارم رو سنگی کنم، زغال رو کندم، بعدش اونجا هم زغال بود اونجا هم کندم، بعد دیدم آهن و اینا هست، بعد رفتم کلنگم رو سنگی کردم که آهنم بکنم. بعد آهنم خیلی زیاد بود و همینجا دیگه تصمیم گرفتیم که خونه بسازیم. بعدش رفتم چوبامو تبدیل کردم، بعدش نصف خونمون رو ساختیم. بعد اونجا 2 تا گوسفند دیدم